جاندهی نشانه ها میتونه نوعی نقاشی حساب بشه که در اون بچه ها شکل نشانه ها رو به صورت توخالی دریافت میکنن یا خودشون به شکل توخالی میکشن و بعد با کشیدن جزئیات تصویر حالتهای مختلفی رو برای اون نشانه تصور و طراحی میکنن. تمرکز بر روی این نوع نقاشی باعث تثبیت شکل نشانه مورد نظر در ذهن بچه ها میشه. پس این نوع نقاشی میتونه یه راهکار خوب برای بچه‌هایی باشه که نشانه ها رو به سختی یاد میگیرن. جاندهی مثل انواع دیگه نقاشی به کودکان کمک میکنه که با استفاده از رنگ‌ها، خط‌ها و حتی نقطه‌ها بدون محدودیت به بیان انگیزه‌ها و احساساتشون بپردازن. در ابتدای سال تحصیلی من پس از تدریس هر نشانه در دفتر مشق بچه‌ها نشانه ها رو به صورت توخالی میکشم تا جاندهی و رنگامیزی کنند. با گذشت زمان کم کم بچه‌ها مهارت کشیدن نشانه به صورت توخالی رو پیدا میکنند و در وقت مقرر در کلاس به جاندهی و رنگامیزی میپردازند.